دل پارسایان در این جهان گریان است اگرچه بخندند و اندوهشان فراوان است اگرچه به ظاهر شادی کنند و ناخرسندیشان از خویشتن بسیار است هرچند به خاطر آنچه نصیبشان شده به آنان غبطه خورند. از این جهان بپرهیزید، زیرا جهان سرای دلکندن است نه جای آسودن. به فریب آراسته است و مردم را با آراستگی خود می فریبد. سرایی است که نزد خداوند خار است، از این روی در آن حلال را به حرام و خیر را به شر و زندگی را به مرگ و شیرین را به تلخ درآمیخته است. هیچگاه خداوند آن را برای دوستانش زلال و گوارا نکرده، ولی از دادن آن به دشمنانش دریغ نفرموده است. خوبیش اندک و بدیش آماده و اندوختش فانی و دولتش زوال پذیر است و آبادیش ویران می شود. بنابراین در خانه‌ای که چون هر ساختمان ویران می گردد و در عمری که چون هر ره توشه تمام می شود و در زمانی که چون راه به پایان می رسد چه خیری نهفته است؟ پس آنچه را خداوند بر شما واجب کرده است خواسته خویش قرار دهید.